سلام علیکم و رحمت الله و برکاته هموطنان عزیز و تماشابینان گرامی. نفرانی که صدای من میشنوند خواهش میکنم که بنویسین که صدای من خوب میآید. خوب و علیکم السلام دوستای عزیز، و علیکم السلام نورک تیجی، و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته دوستای عزیز. نفرانی که شاید یک 4-5 ماه شد که همین در یوتیوب من هستین یا اینکه آمونا هستین میدونین که یک برنامه دارم، برنامه صحبت با ملت بود. همیشه با مردم صحبت میکردم، در سوالای دوستا جواب میدادم. خب چند وقت شده بود که در برنامه صحبت با ملت نبود و انشالله از قفای کار هستم که کم کم شروع بکنیم برنامه صحبت با ملت. انشالله که بر روزهای نزدیک در پخش زنده خواهد شد و شما را میتونید زنگ تلفنی داشته باشین و یعنی که سوالای خطاب بتین یا اینکه درباره پیشرفت و یا هر چیزی که دوستان دوست دارن صحبت بکنیم. خب دوستای عزیز، سوالای شما رو میخونیم. انشالله که نفرایی که آبونه هستن آبونه شوین، نفرایی که پخش زنده را تماشا دارین خواهش میکنم با دوستاتون، با رفیقاتون، با تمامی اقرباتون رای کنین که تا اینکه ببینن. خواهش میکنم نفرایی که هستین باز هم بگیم که همین چلیک کلونتون بجخین تا اینکه زیاد نفرها ببینن و صحبت شروع کنیم. خوب السلام علیکم آقای قباد صد فایز میاد و ایستومن بیتن فیل ریش میزه با مانش ها. تشکر، انشالله میمونیم باش. خوب دوستایی که هستن راستی بسیاری سوالا داشتن درباره همه چیز. اینجا حاضر هستیم که کم کم خود شما گپ بزنیم، در سوالاتون جواب بدیم. رستمов سلام علیک اکای منوچهر، چخیل شما؟ تشکر برادر عزیز، خوب هستم. شما چخیل هستین؟ خوب هستین؟ سلامت هستین؟ انشالله که موفق باشین. اکای منوچهر با آلمان رفته خواندن چخیل کنیم مکتب میانه؟ خوب اکد مکتب میانه خیلی خوب میشد اگر یگون خش تبار یگون اقرباتو در آلمان میبینن بعد میتونستین که مثلا مکتبی بگیم که میانه بخونین. اما فکر میکنم هستک همین راهاش هستک که باید که مکتب میانه را میشد ایجا بخونی، اما او را پیدا کردن در کار. خب برادر درباره میتین چی گپ شد؟ میتی که انشالله در خفاش هستیم دوستای عزیز. من انشالله یک ویدیو ثبت میکنم. خب یعنی که وقتی که یک میتینگ میکنی باید خوب تیار باشی، به خاطر که این میتینگ به خاطر هویدای 5 ساله میشود و این هم بگیم که در برلین خواهد یعنی که برگزار خواهد شد. سلام گرمانیا، چخیل رفتن لازم برای کار؟ برادر عزیز یگانه راهی که من یعنی که قانونی میتونم طرف بگم که چخیل گرمانیا برای کار بیای، بهترش که زبان آلمانی رو یاد بگیری و خودت میتونی که مثلا یک کار برای خودت پیدا بکنی. همو فیرمی که برای کار میده میتونه برای روادید ویزا روی کنه و یعنی که بدون مشکل بیای آلمان کار کنی. خب هر کس شمگین ویزا یکم بار چند خست رو دارد برادر عزیز. من در اینجا درباره دکومنت ای گپا نیستم، من دکومنت نیستم، اما تا 3 ماه به فکرم دارم شمگین، هم خیلی فکر میکنم. اکای منوچهر وقتای اخیر چرا درس زبان آلمانی کم میگذرانین؟ انشالله برادر عزیز درس زبان آلمانی خواهد زیاد شد و نه اینکه ما درس زبان آلمانی را کم کردیم، نه دوستی عزیز. خب یک کمی چیزها بود که باید اونا را میگذاشتیم. خودم در زندگیم کمی کار بار داشتم به هم خاطر نتونستم درس را بگذارم، اما انشالله که کوشش میکنم که درس را بگیم که باز هم برجا بیاریم، باز هم درس را گفتن رفتن بگیریم که دوستا بخونن یاد بگیرن. در کدام شهر آلمان زندگی میکنید؟ برادر عزیز من در شهر لایپزیگ زندگی میکنم. لایپزیگ در بگیم که 130 کیلومتری از دور از برلین است یا که 150 کیلومتر.
خب در اولش سینه 130 135 در آخرش سینه 150. به همون خاطر دوستای عزیز اکا یگم چی نقل کنید برادر عزیز اینا بگو در برای چی نقلت کنم که نقلت کنم. صلاح الدین یولداشوف السلام علیکم برادر. و علیکم السلام. و علیکم السلام. نظرف رحمت برای جواب برادر. تشکر. الله برکتی و التماس تشکر برادر. زبان انگلیسی را یاد میتونید داده برادر عزیز؟ ما زبان انگلیسی خوندگی نیستیم خودم، اما انشالله هر وقتی که زبان انگلیسی را خوندم بعد درساش هم انشالله میگم. خب تیما درباره صحبت با ملت است. صحبت با ملت معنایی را داره که با شما صحبت کردن دوستا. هر یک نفرایی که سوال دارین، هر نفرایی که مثلا در یک باره یعنی که دانستن میخواین انشالله میتونین بنویسین. و گپ دایی است که من همیشه با دوستا صحبت میکردم و بعد همین که بگیم در آلمان برای ما اجازه دائمی برای زندگی ما دادن، دیگه کمی دیگه بعضی کارا بود که او کارا را باید میکردم. وقتی که او کارا در سر اومدن مثلا این طرف برا او طرف برا به همون خاطر صحبت ها را کم کرده بودیم. اما انشالله همیشه خوشحال میشیم که با شما دوستان صحبت بکنیم، با شما گپ بزنیم و در آینده انشالله تشکیل میکنیم که شما بتونید که زنگ تلفن داشته باشین در پخش زنده، زنگ بزنین، تلفن بکنین، یعنی از قفای کار هستیم. آیا شما به همین کار جانبیگ مراد که قدم قربانه کمک میکند راضیین؟ شما برادر عزیز اصلا من ضدیت به یک شخص ندارم. اگر که من چیزی بر ضد قدم قربان گفته باشم یعنی یا که یک چیز او فقط به خاطر فرهنگ بوده است، در فرهنگ کمبغل بای نیستک. هر یک نفری که بر ضد فرهنگ باشه، چی کلام باشه، چی میده باشه، چی حکومتی باشه، ما میگیمش و تنقیدش میکنیم. اما من دشمنی شخصی به قدم قربان ندارم و گفتنی هستم که هر یک کمکی که انسان ها به همدیگر میکنه خوب است، چون که کمک کردن خودش خوب است. و اگر که همون جانبه گفتگی شما که کمک بکنه همون نفر و در کار بارش یعنی که پیروزی بیام، ما هیچ مشکلی نداریم با اون نفر. آیا شما قبولی دارین در آلمان؟ بله برادر عزیز دارم. خواهر بودی، برادر بودی. تشکر. درباره نمیکی ملت که زید سطر و حجاب و ریش مردان هستن یک صحبت علاویدن میگفتین برادر؟ ما در این باره صحبت کردیم، ما در این باره صحبت کرده بودیم، چون خوب دیگه در این باره هم صحبت میکنی. اگر زیاد هم صحبت کنی نمیشه. مردم آدم میفهمیدگی حوزی میدونه که مشکل در چی است. هر یک نفری که دست به حجاب یک نفر میزنه، هر یک نفری که میخواه که در بالا یک نفر کلانتر باشه، اون نفر هیچ وقت موفق نمیشه. چون ما در عصر 21 قرار داریم. در عصر 21 یعنی که جهان در پیشروی است و هم خاطر انسان ها انتخاب خود دارن. هر نفری که میخواد که انتخاب در زندگی داشته باشه، بگذارین که اون نفر آزاد باشه، زندگی خودش ببینه. برادر جان سلام علیکم. هر کسی که خواهش با کانال یعنی شهری. برادر عزیز شما چند بار فقط درباره شهر کانادا صحبت کردین. راستی مشکل در چی است که ما اونقدر باوری ندارم به هم شخصانی که ویزا میکنن یا دیگر نفرا میبرن، به خاطری که بعضی نفرا رو بیچاره را بسیار پلاشون گرفتن، کاراشون بود نکردن. یعنی مردم در راه موندن. همین ویزا کنی آلمان هم دوستای عزیز بسیار نفرایی که بگیم که میخواستن که یک ویزا برای اروپا اومدن بکنن، بعض نفرا گرفتن پلاشون چند هزار دلارش رو گرفتن، انا جایی که باشی نه ویزاش دادن نه هیچی. و هم خاطر قدر باور ندارم به همین چیزا، چون هر یک نفر از میخواد کوشش بکنه که یک تنگپل خودش کار کنه
و اینم کوشش میکنه که یک بیچاره کمبغل هم تنگه پلا پیدا بکنه. برای بیداری جوانان یگان برنامه تیار میکردید بسیار خوب میشد. انشالله که برای بیداری جوانان همین صحبت با ملت در آینده خواهد برای مردم بود که یک جایگی در یک فکر باشیم که چخیل جوانان را بیدار بکنیم. اما تا وقتی که بگیم که در داخل کشور ما جای کار نداریم و در داخل کشور ما همون چیزایی که در کار هستند و موجودیتش لازم هست نیستند، ما نمیتونیم که جوانان را بیدار کنیم. بیداری جوانان در پیشرفت است و گفتم آلمانیا که بدورش وایزه، یعنی بد که در کشور ما بگیم که پیشرفت نیست. از تاجیکستان کوتا برای آلمان رفتن گرفته میشه. بله برادری عزیز، آلمان جنت نیست که رهتونتن. آلمان یک کشور کلونیای باور که هم ویدنی را میبره. اونه که همو درباره ویزا و همینو صحبت کردین. من باوری دارم که اگر یک پروگرام یک نوآوری باشه که برای مردم ما حداقل 3-4% زبان آلمانی را یاد بگیرن که من همین را بسیار دربارش صحبت میکنم، در آینده ما میتونیم که مهاجرای خودمون را نه اینکه بر روسیه و مهاجرا آلمان بیاین. من باوری دارم که اگر 2% مردم تاجیکستان زبان آلمانی را گپ زدنش یاد بگیرن، کوشش بکنن نسل نوش، در آینده نزدیک در 10 سال اخیر بسیار از شهروندان تاجیکستان روسیه را خواهند ترک کرد و مهاجرت خودشون به طرف، یعنی که سفر خودشون به طرف اروپا خواهند شروع کرد. چون که روسیه همون حقی که مردم میخواهند، حقی که یعنی که مهاجران کاری میخواهند نمیتونه بده و مهاجران هم حتما طرفی بگیم که اروپا رویه و نزدیکتر به سیویلیزاسیون حقیقی بگیم که حرکت میکنه. خوب، با سوالای شما را دوستا بخونیم. چی میگن اینجا؟ بله برادر عزیز، این نفری که وفات کردن راستی در آلمان میدونم. خب دوستای عزیز، همه از تک دیگر در آلمانی، در نمیفهم در ماریخی، در امریکایی، در هر جایی که باشی نباشی، همون روزت که آمد، همون نیسته که شیرگی باشه که در همین روز از دنیا میگذری، خداوند جای تو را میگیره و تو میره پیش خداوند. و انسانها را هم آفریده شده‌اند به خاطری که نه اینکه در این دنیا باقی بمانند، در این دنیا خودشون نشان بدن و در یک سطح و در یک وقت باز هم دوباره پیش خداوند برگردند. برادر اگر رژیم فلانی الان شما میره تاجیکستان، برادر عزیز حتما میرم تاجیکستان، چون که یعنی که رژیم خودش مشکلات داره، یکی رژیم خودش مشکل به نفرایی داره که کمی در یک سطح علم و یک چیزا میفهمند و همون خاطر بیفایده است اگر حاضر ما و شما در همین وقتی که هست باز بگردیم مثلا عالمدارای علمدارای تاجیک که هستن مثلا با سوادا باز بگردن تاجیکستان برن، ضررش همین است که زندان میشوند. نه اینکه اینا یگان گناه کردن، نه اینکه اینا یگان بگیم که خائنن، نه، فقط به خاطری که این مردم همیشه کوشش کردن که نفرایی که یک صحبت کردن میتونه اونا را بگیم که دهانشون محکم بکنن. چون که اگر مردم علم یاد بگیره، زندگیش خوب شوه، بعد یک روز میگه که میبخشی که این چیزی که تی گفته ای ساده این چیزا من میفهمم. از ما مردم ما زیادش مثلا جهانگردیش و قدر زیاد نیست، فقط روسیه رفتن تاجیکستان. اگر که 4 کشور دیگه زیاد از روسیه مردم ما گشته باشن، با فکر اندیشه و عقیده شو با عوض میشه و این هم برای بگیم که حکومتدارای ما معقول نمیشه. خوب، سلام، روزت بخیر باشد درویش، تشکر. برادر میگن جناب در جای خودش رستم پرزیدنت موندنیه، شما در این باره چی میگه؟ برادر عزیز، من همیشه خوب، من شکر الله که از یگان کس ترس ندارم
همین خیلی از اگه حزب حرکت هم نیستم، لیکن ان شاء الله حقیقت هم میگم دوستای عزیز، گوش کنین، حقیقت گوش کنین. ما امروز مردم نیاز به حقیقت داریم. شما رو در یوتیوب یگان کس نمیبینه که شما چی تماشا دارین. بعضی نفرات تلفن میگن که اکد همه یوتیوب ما همه چیز همه با زبان روسی میگن کلاس مونیم، یعنی که معقول شد مونیم. ما رو یگان کس میخپه، نه شما رو یگان کس نمیخپه، هیچ که هیچ تو نمیگه. حتی هم نفری که یوتیوب هم کانال شو داره نمیبینه که شما تماشا، حتی من نمیتونم ببینم که شما در کانال من هستین یا که تماشا میکنین. معنای گپی است که این ترس است که در دل ما میارن که ما برنامه‌های فرهنگی، برنامه‌هایی که انسان‌ها فکر اندیشه خودشون آزاد و درست میگویند گوش بکنیم. به همین خاطر ما آیلوی در آلمان بودیم، اما افسوس به ما قبولی ندادند. آلمانی را هم میدانم، اما تقدیر حاضر باشد در فرانسه می باشیم. خب خواهر عزیز امینه، این تقدیر است، در حقیقت تقدیر است. اما من در یک چیز خوب باوری دارم که اگر هر یک نفری کوشش بکنه که در یک کشوری باید بماند، در او کشور میمونه. من به حرکت باور دارم، من به یعنی که به انجام رسیدن یک کار باور دارم، من به باوری انسان ها باور دارم. هر یک نفری که به باوری کوشش بکنه، حرکت بکنه، کارش انشالله که خوب میشود. بعض نفرها در حقیقت مشکل دارن در آلمان، یعنی که بعض نفرها بگیم که حجت ندارن، بعضی نفرها در مشکلی هستند، بعضی نفرها بیچاره شدگان، یعنی که از ناراحتی، دپرسیون، یعنی ناخوشی، ناراحتی در عصبشون زیاد است. به همین خاطر بعضی نفرایی که از من سوال میکنن برادر عزیز من آلمان اومدم کمکم، که من میگم برادر جان من را کمک کردن نمیتونم، اما همچون یک شخص سیاسی و فرهنگی من برای خودت میتونم گفته که برادر جان عزیز آلمان در مردم تاجیک حوز زیاد تو مگه شکر الله شما را هم بیاین یگون گپ نمیشود. آلمان یک کشوری کلون همه را میبره، اما مشکل این است که بعض نفر اومدن در همینجا ناراحتن، مریضن، به خاطری که کارشون طوری نگرفته ایستاده است، به خاطری که زبان نمیدونن، به خاطری خودشون یک کارشون بود کردن نمیتونن. خب درباره زبان که همیشه صحبت میکنم، معنی را نداره که شما باید حتما درسای من بخونید برای همون که ما درباره زبان گپ میزنم. نه دوستای عزیز، من درباره زبان گپ میزنم به خاطری که من میدانم که تا چی درجه سخت است بدون زبان در اروپا و از آن جمله در کشور آلمان بدون زبان خیلی از زندگی انسان مشکل می شود. خوب هست نفرایی که بدون زبان هم کار میکنن. من راضی هستم که اگر شما کار پیدا بکنین بدون زبان دانستن هم بیاین، اما وقتی که میخواین در آلمان بیاین زندگی بکنین باید که سطح زبانتون خوب باشه. دوستای عزیز یک بار خواهش میکنم که همین یعنی که معقول از به من بجخین، یعنی که چلیک کلانی то با زبان روسی میشود. بگیم که امو нравится мне или با زبان آلمانی میشود gefällt mir. خب و امی پخش زنده را که تماشا دارین دوستای عزیز خواهش میکنم که بعد دوستانتون برسانیم، بعد دیگر را روی کنین که همه تماشا کنن. خوب سلام، موضوع در چی است؟ روشن خلیفه برادر عزیز، موضوع صحبت با ملت است. برنامه صحبت با ملت اگر پیشکی تماشا کرده باشیم، صحبت با ملت با مردم صحبت میکنیم. ما در آینده انشاءالله با زنگ تلفنی خواهیم صحبت کرد تا اینکه مردم بتونن که تلفن بکنن و فکر اندیشه خودشون بگن و سوالای خودشون داشته باشن. اما ما در یک سطح هستیم که حداقل از مردم دور نشیم و بگیم که صحبت بکنیم چی در همین شرایطی که حاضرش هستیم. خب اکای منوچهر جواب ته برادر دیدی چی گفتنش؟ بگو برادر جان. مراد گونلر اکا منو میگم که التماس اکا جان طرفای ما هم بیاین مهمونشین. اکا انشالله میایم. در کدام طرف شما اصلا در کجای آلمان هستین؟ در جمعیت تاجیک‌ها در دورتموند مسجد تعمیر میکنند، در آنجا سهم خود را گذاشتی؟ نه برادر، سهم نگذاشتم.
سلام شام بخیر به همه مردم تاجیکستان. ما درسای شما را به صبرانه انتظاریم استاد محترم. تشکر امینه یونسووا. انشاءالله که کوشش میکنیم که درسا باز هم در روزهای نزدیک زیاد شوند. خب ما از همه نفرایی که انتظار درس زبان آلمانی بودن بخشش میپرسم، چون که خب دیگه وقتش نداشتم. برادر امو خواهر تاجیک روان کردن یا نه؟ دوستی عزیز من نمیدونم راستی. هم خبرهایی که امروز شنیدیم خب حقیقتش همین بوده است که همون نفری که در این باره کار برا میبره، یعنی باید که همون تاجیکایی که در دار موندن همون باید که جنازه‌اش میگذراندن روانش میکردن. باید نفر دیگه است که نه من میکنم همین کار همین خیر رفته شده. براستی اونقدر خبر زیاد ندارم در این باره، چون که خیلی از من دور است. من یعنی که در یک جایی هستم که شاید که در همین شهر من 4 تا تاجیک، یعنی که زیاد 10 تاجیک باشه. من از یعنی همه تاجیکایی که در دیگه جا زندگی میکنه از اونو دور هستم. یعنی یک جایی هستم که خیلی دور است از کلن، مثلا خیلی دور است. برادر میتینگ از سست نمونه؟ نه انشالله میتینگ برای هوایدو را انشالله حرکت میکنیم. برادر SPM ما در باره اون نفر گفتگی کارا دوام دارن و نمیخوام که در این باره صحبت بکنم، چون که بیا کارا بود بکنیم بعد انشالله در باره صحبت بکنیم. خوب تشکر برادر از تشکر. برادری عزیز شما دانشجوی کار میکنیم؟ ما درس میخونم، یعنی که درس ها ما ادامه داده ایستادم، درس خونده ایستادم. قدر در باره کارم فکر نکردیم راستی. السلام علیکم کریم جان، شما در کدام شهر می باشید؟ من در شهر لایپزیگ، کشور آلمان. برای میتینگ کردن در تجیکی باید ما چیکار کنیم؟ خب هدفتون رو معلوم کنید که شما چی میتینگ کردنین. خب هدفتون باید معلوم باشه که شما چیکار بار کردنین، در اونجا چی میتینگ کردنین. خب به خاطر چی میکنین؟ ما هدفتون چی است؟ زندگی در آلمان چخیل از برای میگرند تا قینه؟ برادر عزیز، حالی بعضی نفرها فکر نکنن که تعریف میکنم یا که شما رو من دعوت میکنم با آلمان. نه، هست نفرهایی که از آلمان ناراحتن. نه که من شکر الله بسیار راحتم. آلمان برای من بگیم که یک کشوری است که من همین آلمان رو دوستش داشتگی هستم، به خاطر آزادیش، به خاطری که من در اینجا بسیار کارا کردم، به خاطری که یعنی هم قبول میکردن، یعنی همچون خوش آمد بسم الله گفتن بیاین حضرت. یعنی بگیم که یک آدم اگر خدمتت کرد چرا که ما باید برزش گپ بزنیم. یعنی من از آلمان راضی هستم، برای من خوب است. من فکر میکنم که اگر نسل آینده تاجیک آلمان بیا و کار و بار رفت آمد زیاد شود، انشالله که ما از دست عذاب روزها نجات خواهیم یافت. به همون خاطر دوستای عزیز، من شما را یگان گپ تو نمیگم که فکر شما یا که فکر پیوست کنیم. برای من آلمان خیلی جای خوبه، دوستش داشتم. یعنی که در اینجا من خوب احساس میکنم. اکای منوچر آدما میگن که برای آلمان گشتن بیژن گرفتن نکاره. بیژن چی جایی؟ نمیفهمم این سوال تا دوستی عزیز. خوب پناهنده بگو. ما یک زبان داریم، زبانی تاجیکیش میگن، اگر فراموش که اگه نباشین. یک زبان تاجیکی ای. خب اگر شما بخواین که پناهنده بشین در آلمان، نفرایی که مثلا سیاسی هن در تاجیکستان زندگی کردن نمیتونن، یعنی حقوقشو پایمال میکنن، میتونن که مثلا در آلمان قبولش بتن، یعنی که حجت دیگر چون بتن، اما
خوب باورشان کنن. یک گپ در این است که یک نفر مشکل داره، یک گپ در این است که همون نفری که از شما همین صحبت میگیره، اینترویو میگیره، همون به شما باور میکنه یا نه. یعنی در اینجا ما نفرایی که بیمار هستن میتونن که مثلا قبولی بگیرن در آلمان، نفرایی که نفرای سیاسی هستن که در تاجیکستان زندگی کردن میتونن، نفرایی هستن که مثلا یک قومی هستن که مثلا در یک جای بگیم که دیسکریمینیشن میکنن، یعنی که حقوقشون هم میشکنن. به همون خاطر سلام علیکم، خودت کار میکنی یا نه؟ شما وعدت نه برادری عزیز، من کار نمیکنم. ما را خداوند برای خوندن آفریده، انشالله کارشان میکنیم. سلام علیکم برادر سوزن، خوبین؟ و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته برادر عزیز، تشکر، خوب هستم، انشالله که شما هم خوب باشین. سلام. شما بهبودی ملت را چگونه میبینید؟ فکرتون رو معرفی میکردید. مهاجرین روسیه، خداحافظ. خب فکر نمیشوه که معرفی کنی. خب اما فکر ما همه است که اولین کاری که در تاجیکستان برای پیشرفت تاجیکستان ما در کار داریم این است که مردم به یک راه نشان بدیم، از کروپسیا دور بشیم. اما به خاطر از کروپسیا دور شدن همون نفرایی که در کروپسیا دست دارن، همونا را ما باید دستاشون هم خیلی بگیریم، به قپیم بیاریم شو بگویم کمی کار نکن. اما تا وقتی که در یک حکومت مثلا شناس داشته باشه جای کار پیدا میکنی، یک نفر اولاد داشته باشه جای کار پیدا میکنه، یک نفری که یعنی یک نفر بشناسه جای کار پیدا میکنه، در اون حکومت پیشرفت، در اون دولت پیشرفته شما انتظار نباشین. به همون خاطر اولین چیزی که ما نیاز داریم مبارزه بر ضد کروپسیا. اما همون کروپسیا هم خودتون میدونین که همون نفرایی که در اونجا کار میکنن خودشون کروپسیا هن. با مشکل در همیه دوستای عزیز. پیشرفت تاجیکستان در یک چی میشود که اگر که همین رژیم هم خیلی بمونه و یعنی تاجیکستان در همین سطحی که هیچ چی نه بگیم که تولیدات بگیم که داخلیش پره نیست، اصلا پره هیچ نداره، اگر همین خیلی بمونه فقط یگانه راهی که ایرم بگیم که من 30% در این باور دارم که مهاجرت مردم ما یعنی کمی دورتر از روسیه و دیگر کشورهایی که در اوجا پیشرفت است به اوجا و فرزندان اینا اگر علم بخوانن شاید در اون 30-40 سال بتونن که تاجیکستان از همین بگیم که فقر سیاسی و فقر فرهنگی و فقر اصلی نجات بدن. اما در حالی که مردم ما در فکری فقط بگیم که شکمسیر کردن خود هستند، در حالی که مردم ما نمیتونن که آزاد فکر بکنن که آیا این کار را میخواه بکنه، آیا در این کار میخواه بروه، دیگه شما پیشرفت انتظار نباشید. پیشرفت در وقتی میشه که ما خودمون شخصی یعنی که انسانهایی که در تاجیکستان هستند، دانشجویایی که هستند، مادرانی که هستند، پدرانی که هستند، نفران عزیزی که هستند در داخل خود پیشرفت بکنن، در اون وقت ما میتونیم پیشرفت بکنیم. اما همه دوستان، همه نفرانی که در تاجیکستان هستید میدونید که پیشرفت در تاجیکستان این یعنی که همو ترس از شکستن و حقیقت گفتن هست که ما برای همه شهروندای تاجیکستان میگیم که دوستای عزیز، هموطنای عزیز، گپ دهمی است که ما باید حرکت کنیم، ما باید علم بخونیم و نفرانی که شما نمیخونین، همون نفرای که میخونن غمشون نتین، یا اینکه حداقل اگر شما میگین که نه ما طرفدار دولت تاجیکانیم، همون نفرایی که درس خوان و بگیم که میخوان که دانش آموزن همون شکلیم به دیگه کشورها که حداقل یک چیز یاد بگیرن که دوباره بگردن بیان به تاجیکستان. مشکل اساسی ما این است که ما نفرای زیاد داریم در خارجه، اما اونا نمیگردن نمیروند چون ترس دارن. ترس از چی است؟ ترس از این است که مردم فکر میکنن خیلی ما گشتیم رفتیم تاجیکستان، خیلی ما علم گرفتیم رفتیم تاجیکستان. در تاجیکستان کی همو آدم جای کارش میده؟ این همینجا مثلا نفرایی که عالم و دیگر هستند در همین دیگر کشورهای اروپا خب با ما صحبت میکنن، میگه خیلی برادر کوهستانی ما و شما رفتیم.
وقتی که خود داخلی سیاست داخلی کار نابرا است، وقتی که همون نفرایی که در داخل گرفته ایستادن، نفرایی که در خارجن، نه اینکه میترسن، نفرایی در خارجن میترسن از او که همه علمی که گرفتگن، همه پیشرفتی که در خارج کردن و نرون بودم تاجیکستان که از هم پیشرفت میمونن، همه زندگی خوب میمونن. خب سوالای دیگه برادر عزیز گرامی؟ بله، اون باید زلبشتنش کنیم. بله، یگان جای کار نیست برادر، جای کار زیادتای. ای برادر آخی گوش کمیره ما بگیرم محکمش کنم. ای در برنامه صحبت با ملت هر میده چیده را ما دربارش گپ نمیزنیم، ما رو فقط کارش رو حل میکنیم، تمام. خب خوب، سوال نفرایی که در سوالاتون جواب ندادم خواهش میکنم که باز هم میتونین تکرارن سوالای خود بنویسین و من یعنی که در خدمت شما هستم، در صحبت با شما هستم. یعنی صحبت با ملت، یعنی ملت شما هستین، نفرایی که در اینجا تماشا دارین، نفرایی که در اینجا کامنت یعنی که شرح مینویسین. خب نفرانی که دشنام مینویسن شما با اونا اعتبار ندین، شما خودتون فکر اندیشه های خودتون بنویسین، انشالله که خوب کنیم که همین پخش زنده به خوبی انجام بیاوه و همدیگر فهمی باشه. نفرانی که گپای بد قبیح میزنن، اونا خودشون بد میبینن، اونا در زندگی خوشحال نیستن. آخی اکاجان کوتاه کده گپ زنید. برادر عزیز کوتاه میکنیم گپ میزنیم، اما شاید که مشکل در فهمیش شما باشه. یک نفر نایسته است. همان یک سوال، همین پرزیدنت ما تاجیکه یا خلوق؟ برادر عزیز گپ اصلی ده همی است. همه تو دوستای عزیزم خیلی یک گوشت و بتکین گوش کنید. من حقیقت بگم تو رحمانوف تاجیک نیسته، کدمی هسته که گپ ده این نمیروه. اگر حاضر یک نفر دیگر یک ملت دیگر باشه و در یعنی که رئیس جمهور باشه و کوشش کنه برای مردم، فرقیت نداره. گپ درباره ملت خلق نمیفهمم ازبک دیگر گپا نمیروه. چون اگر ما و شما مثلا فکر میکنیم که نه دیگه ملت باشه و حق هیچ نداره، ها یک ملت حق داره، اما ما همچون یک دولت نو بنیاد باید که یک رئیس جمهوری داشته باشیم در حقیقت به کلی تاجیک باشه، تاجیک صاف باشه که در آینده یعنی که فکر اندیشش هم خوب باشه که در آینده بتونه که برای مردم خدمت بکنه. مشکل اساسی ما در این نیست که یک پرزیدنت مثلا رحمانوف ملتش دیگه است، این مشکل در این نیست. مشکل در این است که حکومتی که تشکیل شده از کار نابرا است. مشکل در این است دوستای عزیز. سلام علیکم. درس زبان عربی چی شد برادر؟ برادر عزیز راستی من در عربستان نیستم. خب هم زبان عربی را که میدونیم برای خدمت به هم خاطر بعد همون نفرایی که در عربستان تاجیکایی که هستن بگذاریم که درس زبانی میگیم که عربی تون تره. اکا وای رو اهمیت نده، گپات از انش خطی شما واخوری کنیم. خب برادر عزیز من در حال حاضر وقت ندارم زیاد برای واخوری، اما انشالله که اولی واخوری ها از پیش است. من انشالله یعنی میخوام با همه مردمی که در آلمان زندگی میکنن با اونا صحبت داشته باشم و نفرانی که اویلوی هستین یعنی حاضر هستین که اینترویو بدین در آلمان زندگی میکنن.
خواهش میکنم که در بگیم که فیسبوک من منوچهر کوهستانی که در نکلاس لینک من در اینستاگرام من بنویسین که شما میخواین که اینترویو بدین درباره آلمان. اگر که اویلوی باشین در آلمان باشین در دیگر کشورهای اروپا هم باشین میتونیم که مصلحت بکنیم و من از شما اینترویو بگیرم درباره زندگی همون کشوری که هستین صحبت بکنیم. خوب از این طرف میتونین که مثلا تاجیکای مقیمی بگیم که اتریش یا که استریا دیگر هم کشورهایی که در داخل اروپا هستند، پولشا، همه کشورهای اروپا که هستین، اگر که خواهش اینترویو دادن داشته باشین و بگین که ها ما راضی هستیم که اینترویو بدیم و درباره زندگی ما نقل بکنیم، من ان شاء الله حاضر هستم که بیام پیش شما و از شما اینترویو بگیرم و در کانالم بگذارم که بگذار هموطنان ما و شما ببینن. اکا کسب یا اختصاص شما چیست؟ برادر عزیز من خودم ترجمان هستم و خب دیگه کم زیاد پاریکلات هم هستیم. به همون خاطر اصلا کسبی که خودم برای من خودم انتخاب کرده هستم، یعنی که خدمتگاری مردم، میخوام اصلا با مردم صحبت داشته باشم و در راهی یعنی با مردم بیشتر دوست می‌دارم که با مردم صحبت داشته باشم درباره سیاسی، درباره سیاست، درباره پیشرفت کشور و درباره یعنی همه چیزی که در تاجیکستان هست. نه اینکه مثلا باز یک نفر بلاگر میشوه میگه که خیلی ما بلاگرم، خیلی ما صحیفه دارم، اما فقط در فکریه که مثلا یک خوراک کنه، یک تنگه کار کنه. اما ما یک نفری هستم دوستای عزیز که در یوتیوب هم به خاطر پل نیستم، به خاطر نمیفهمم ولاست نیستم، به خاطر بگیم که دیگه یک حکومت داشتن نیستم. من در یوتیوب به خاطر هستم دوستای عزیز که تا چی سطحی را که میتونم درباره با شما درباره علم، درباره پیشرفت صحبت بکنم. خب اوش هم از شما وابسته است که شما چی سوالا میتین. اگر که سوالای علمی دادین، مثلا من هم سوالات خواندم و فهمیدم که همین سوال شما چی معنا داره و برای شما جواب خواهم گفت، یا میتونم برای شما مثلا بگم که چی کاری کنید در زندگی موفق میشین، یعنی موفقیت شما در چی هست. یعنی از بین رفتن ملت را در رژیم امروزه چگونه میبینید؟ خوب، ما همسایه داریم، یعنی چین، و همسایه ما همیشه حاضر است که یک دولتی به مثل تاجیکستان یعنی که ضبط کنه بگیره، یا اینکه اقتصادی باشه یا اینکه بزور باشه. به همون خاطر ملت همون روزی که چین تاجیکستان به کلیب بگرفت، یعنی هم اقتصادی هم سیاسی، دیگه ملت در کار نیست. دیگه خیلی فکر نکنین که شما گپ زده میتونین، خیلی فکر نکنین که شما نماز خوانده میتونین، خیلی فکر نکنین که شما حرکت کرده میتونین. نه، ما یک مشکل جدی داریم. حتی یک بگیم که برنامه را تماشا کردم در همین تلویزیون آلمان درباره چین صحبت میکنه که تا چی قدر اون مردم یعنی حاضر هستن که کشورهایی که در همین نزدیکی همون چین هستن همون کشورها را یعنی در تحت کنترل خود بدارن. و همون خاطر وقتی که یک دولت اقتصادی خراب است و قرض زیاد یک کشور ابرقدرت داره، رفتن از بین اون ملت یعنی که بگیم که پرسنتاژ زیاده که همین انسان یک ملت از بین برن. یک ملت چخیل از بین میبرن؟ یک ملت اول اقتصادی داخلیش ویران میکنن، تولیدات داخلیش از بین میبرن، قرضدارش میکنن و بعد دربارش کار میکنن. یک روز مثلا یک ملتی که باشد دختراشون یعنی اجازه نداشته باشن دیگه ملت ها را بگیرن، باید بیان مثلا چینایی ها دا او مثلا نگه بکنن که اومدن ازدواج کردن مثلا چینیا با اون معنی با زنای تاجیک با اون معنی نیست که شما فکرش بکنید. نه، این کار عقیدوی میره و اینا را مخصوصا دولت چین خودش تیار کرده که باید همیشه سیستم را کم کم در سر مردم بیارن. مثلا حاضر یک سال 10,000 چینی اگر زن تاجیک گرفته باشه، سال دیگر 10,000ش میکنن، کوشش میکنن که در اقتصاد ما خراب شود
و میگن که مادرای یک ملت اگر که کنترلش در دست مردهای دیگر ملت شد، شما دیگه از اون ملت هیچ انتظار نباشید. وقتی که یک ملت زناش میگیرن، وقتی که یک ملت زندگیش، اقتصاد داخلیش، تولیدات داخلیش از بین میبرن، حتی فهمیش مردم، حتی فهمیش سیاسی، فهمیش حقیقی، فهمیش زندگی مردم یک کشور از بین میبرن، دیگه شما انتظار او نباشین که یک ملت از کنی از بین میره. و یک ملت در همون وقتی از بین میره که قرضدارش میکنن و میتونن که عقیدوی در بالاش کار کنن. امروز 70 سال روسیه در بالای ما بگیم که عقیدوی کار کرد، همین خیلی بود. هر نفری که راضی هستن چلی کلمه تو بجخین. همین روسیه در بالای ما 70 سال عقیدوی کار کرد. ما را دیگه به یک جای رسون که دیگه ما فکری او را نکنیم که یک کشوری کلان داشته باشیم، چون تاجیکستان بگیم که در هم تاریخ تاجیکستان هم زمینی که تاجیکا هستن میتونستن که دولت کلان داشته باشن، اما از این طرف همسایه گرسنه ما، این گپا را خوب در گوش بگیرین دوستای عزیز، از این طرف همسایه گرسنه ما چین اومده است. اول دخترای تاجیک ازدواج میکنن، حالا بعض نفرا میگن خیر اون دختر خودش خواسته است. گپ درباره خواستن اون دختر نیست، گپ درباره عقیده خودشون آوردن درباره ما جا کردن که ها اینا شما مسلمانین، میگن که مثلا زنای ما نباید، بگیم که زنای تاجیک نباید که شوهراش و دیگر ملت ها باشن، از اون جمله یعنی که نامسلمان باشن. اما ایوا میدونن که شما هیچ دوست نمیدارین، اما همین کار در برای شما میارن که شما همین کار را تحمل کنین. وقتی که شما این کار را تحمل کردین، آستاستا یک تیکه زمین تو میگیرن. وقتی که تیکه زمین تو گرفتن، آستاستا کشور تو میگیرن. یک کشوری که تولیدات، حتی تولیدات داخلی وابستگی از چین داره، شما در او برای کشور چی فکر دارین؟ یک ملت، من گفتم یک بار تکرار میکنم، یک ملت یعنی از بین بردنش در او وقت سر میشوه که اقتصاد داخلیش خراب کنن، عقیده مردمش خراب کنن و یک دولت ابرقدرت در پیش همین کشور باشه که یعنی که فکر عقیده خدا در سر مردم تاجیک بیای آرامانه مثل آواره هم خیلی بریزش که مردم میگن تمام. خوب از خلای شما چی بود؟ برادر شما اگر در تاجیکستان میشیدین میتینگ میکردین، این هم یک سوالی هست که دوستی عزیز، حاضی من نمیخوام که جکی چن باشم، حاضی من نمیخوام که وندم باشم، بگم که شیری نرنه ما در تاجیکستان باشم میتینگ میکنم، ما در تاجیکستان باشم. نه برادر عزیز، من این گپا رو نمیگم. تا وقتی که وقتی که در تاجیکستان بودم خوردم دوستی عزیز. اما خاطر اگر حاضی فکر کنیم در تاجیکستان من نیستم، چرا که در همین سوالی تو یک گپی دروغت بگم، در همین سوال جوابت نمیتم، توکل به خدا. به خاطری که حاضی اگر در تاجیکستان در همون مرکز دوشنبه میبیدم ناحقی را میدیدم، اون ناحقی را من میگفتم. من اگر پدرم ناحقی کنه، خدا شاهده، پدرم ناحقی کنه، ناحقیش در روش میگم. به خاطر الله میتونم که از یعنی که همین کاری که ناحقی که پدرم اگر بکنه، میگمش که پدر ته همین ناحقی را که اگی به خاطر همین من مثلا خودت نصیحت میکنم. تا وقتی که خوردم بدیم در تاجیکستان بدیم، نفرایی که منم میشناسن، نفرایی که از زندگی من با خبرن میشناسن من چه خیلی شخصم در تاجیکستان. یعنی نه اینکه فرشته بودم، نه اینکه یک نفری بودم که نه، الحمدلله درسام خوب میخوندم، اما برای حقیقت همیشه میگفتم. حتی در داخل تاجیکستان سن سال من خوردم که بود، الحمدلله برای حقیقت همیشه کوشش میکردیم. خوب، السلام علیکم و رحمت الله. به فکر شما ما باید چی کار کنیم که به مثل آلمان پیشروی داشته باشیم؟ برادری عزیز خوب نگاه کنین، آلمان یک کشوری هست که بگیم که 600 سال میشه، یا که عصر 18 مثلا همه یکی سر کردن بیزنسی، مثلا همه میدیگی شورا و سر کردن، یعنی که اقتصاد داخلی را برداشتن. این مردم خیلی نبگیم 200 سال، اما ما در تای کنترل شوروی بودیم
باید حسی فکر کنیم که چه خیلی پیشرفت بکنیم. پیشرفت ما میتونه که در دوام 10 سال باشه. پیشرفت ما میشه که در دوام 15 سال ما تاجیکستان رو بتونیم که بگیم که به بهترین صفت بسازیمش. ما میتونیم تاجیکستان رو در 10 سال بهترینش بکنیم، اما فقط یک چیز، حکومت تاجیکستان پارلمانتی باشه. تا وقتی که حکومت در دست یک شخص است، نه اینکه وابستگی، تا وقتی که حکومت در دست یک شخص است دولت پیشرفت نمیکنه. وقتی که فیس در داخل حکمران ها هست، وقتی که فساد ناکسی و یعنی که شکستن حقوق انسان ها در داخل حکمران ها هست، هیچ وقت یک کشور نمیتونه که پیش بره. همو میگن کو، همو ماهی میگن از کلش میپوسه. با همو خاطر خوب انشالله که در سوالتان خوب جواب داده باشم. دوستای عزیز، من در اینجا هستم که در سوالای شما جواب بدم، اما اگر که زیاد صحبت کردم در یک سوال، از شما دوستای عزیز بخشش میپرسم. بچه قرائت که چه سوالی مرا جواب نمیتی خارج منو چه برادر عزیز، ما امروز صحبت داریم، ان شاء الله وقت قرائت هم میایم، ما قرائت دوست داریم. خب سلام علیکم مادر مجانشون مادر. یک آدم نایسته است که 20 دقیقه در همین سوالش جواب بدم. ای اچکاریک، تو خودت میدانی که آلمان اکوپیر وینای دولت های اشکار گرمانیا تا حال دولت از جهت سیاسی محدود های. میگم یگان خیر نه تحقیر نمیکنم شیر، نه تحقیر نمیکنم. بیستین خراب بیستین دمون میره جواب بدم. خراب بیستین خیلی گوش کن. شیر نر آلمان سیاستش وابستگی از یگان کشور نداره. در حال حاضر حکومت آلمان همه وابستگیش از بوندستاگ است، از پارلمانت آلمان هست. حکومت آلمان حکومتی بگیم که یعنی که حکومت جنگی نیست. حکومت آلمان حکومت پیشرفت است، حکومت اقتصادی است، یعنی که در اقتصاد اینا باید پیش بروند. اینا او پلانای بمبسازی را ندارن مثل روسیه یا اینکه 4 تانک سیاه بخپن چیکنن. خب یک دوست از ما تلفن داره، یک تلفن رو برداریم. چی گفته باشه؟ بله برادر محمد جان فرما. در پخش زنده هستم برادر عزیز. یکم خوب بله، آلمان تمام اروپا رو در دست خودش گرفته. حتی تولیدات داخلی آلمان هم خیلی کهگن که یک ماشین برای تو رایی میکنه، یک خطره وقت رایی میکنه برای تو، از اینجا هم تجهیزاتی که در کار برای همو همیشه تا از همینجا خریدن میگیری. ولی میگه این که شما در چین در دیگه جو، در چین اگر همون کارخانه های هم تولیداتی همون بگیم که تجهیزاتی برای ماشین در کار باشه، همون هم آلمان میگه که ها اکا اینمی رته بگی درست بکنه، اینم خنی سیپلش از ما هستن. و همون خاطر دوستی عزیز وقتی که درباره سیاست گپ میزنی باید علمت زیاد باشه. سیاست چیزی بازی نیست. وقتی که از اون جمله درباره یک کشور و مثل آلمان گپ میزنی که آلمان خودش دولتی آزاد نیست، باید علم سیاسی خیلی بالا باشه که باره صحبت بکنی. اصلا خوب برای اینکه آلمان محمود دوچگی از جهت برادر عزیز 60 میلیارد یک ساله برای بگیم که عسکراش میته، برای یعنی که جنگاوراش میته آلمان همه کمه. نه برادر عزیز، این فکر اندیشه شما یک فکری شاید که از طرف شما فکری خوب باشه، شاید شما فکر بگین که این فکر تو بسیار فکری خوبه، اما مشکلی اساسی مردم ما در همیه که ما همیشه اینفرماسیا خبرها را با زبان روسی میخونیم و در زبان روسی در
بسیاری جاها در زبان روسی در کلمه‌هایی که روس‌ها می‌نویسند، در اخبارهایی که روس‌ها می‌نویسند خطای زیاد دارند. خطاگیش در چی است؟ خطاگیش در یک خبرهای دروغ برای شما میدن. چون اینی که ما و شما میدونید روس‌ها دشمن اساسی ملت تاجیکند، چون که شما میدونید روس‌ها یعنی از نفرانی هستند که این ملت خراب کردن، این ملت از بین بردن و از این طرف با چینایی‌هاش سر کردن و دشمنای داخلی. فهمیدین؟ خب السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوال یا حکومت تاجیکستان دموکراتی هست یا دیکتاتوری؟ برادر عزیز، حکومت تاجیکستان در کاغذ یعنی دموکراتی است، حقوق بنیاد است، آزاد است، اما در حقیقت بگیم که دولتی آزاد نیست. برادر از گپات معلوم که تاجیکی تازه. بله برادر عزیز، من با دیگر قومایی که در تاجیکستان هستند دشمنی ندارم. بعضی نفرها ازبکایی که در تاجیکستان زندگی میکنن با ما تلفن کردن اکا شما درباره چنگیزخان فقط گپ میزنین، همین شما ما را به نظر دارین. من میگم که این مردم ما درباره تاریخ اگر گپ بزنیم او 8000 نفری که در 3 روز در رایان 5 کشتن شو، او بگیم که جنگ خانمانسوزی که به از طرف دشمنای ملت تاجیک، ما اگر این گپا را نگیم نمیشه واقعی. ما یعنی که بدیت زیدیت به شما نداریم به قوم ازبک، اما در حقیقت کار همی است که ما تاریخی که 25 سال گذشته است فراموش کنیم نمیشه. گپ دایی است، گپ درباره عقیده می رود دوستی عزیز. خوب تشکر برادر عزیز. هر یک سوالی که داشته باشین سوالای منطقی باشن دوستای عزیز، من از سوال نمیگریزم. سوالای منطقی باشن درباره‌اش فهمیش داشته باشم، ان الله که همیشه کوشش میکنم در سوالای شما جواب بدم. مقصدم در این برنامه صحبت با ملت همین است که فهمیش ما و شما را زیاد کنیم. هم من با شما در صحبت بکنم بیاموزم و هم شما با من صحبت بکنید، تا اینکه یک چیزی که میگن کو یک نفر اگر علمم نداشته باشه یک سخن بگه، اما سخن شاید برای تو در یک روز در کار بشه. هم خاطر خوب مقصد چیه؟ مقصدی ما با مردم صحبت کردن ای دوستی عزیز. همین مقصد من اگر که بگو که نمیشوه این گپ قبول نمیکنم. خوب یگون گپی آسان‌تر بگو. سلام اکا، در حق شما سخنهای زیاد است که شما افغان هستید. همین گپا حقیقت دارن. التماس به سوال ما جواب دید. راستی بسیاری ها میگن که منوچهر کوهستانی افغان است. نه برادر عزیز، من افغان نیستم، من تاجیک هستم. من فرزند کوهستانی تاجیکستان هستم و هیچ وقت یعنی هیچ پشت اولاد جد گذشته من دیگر ملت نبودن. همه میدونن که ما از هم تاجیکای تازه صاف هستیم، از مردم کوهستان هستیم و اگر لهجه من کمی تغییر خورده باشه او مشکل نفرایی هایی که خود زبانی فصحی تاجیکی، زبانی آزاد و صاف تاجیکی را متوجه نمیشوند. اگر که خوب زبان تاجیکی را متوجه میشدن نمیگفتن که منوچهر کوهستانی افغانه یا که منوچهر کوهستانی ایرانی. من میتونم که به لهجه ایرانی صحبت بکنم، من میتونم که به لهجه یعنی که افغانی صحبت بکنم، اما گپ دایی نمیره که منوچهر کوهستانی به این لهجه صحبت میکنه یعنی که افغانه یا که ایرانی. این گپ خطای دوستی عزیز. برادر عزیز انشاءالله او چیزاش هم او سرشای گفتگید براسی نمیخونمش دوستی عزیز، من همیشه کتابم با زبان آلمانی میخونم. خوب به خاطری که امو انفرماسیون درکاری رو میشه که در زبان آلمانی پیدا بکنی. در اساسا کتاب‌هایی که فکر انسان بگیم که باز میکنن، همون کتابایی هستن که شما را تحریک میکنن، یعنی شما باوری میتن به همون چیزای حقیقی، شما را نشان میدن که شما یک شخصی هستین که میتونین به خود باوری بکنین. اولین مشکلی ما و شما در همین است که ما هدف ما را نمیدونیم و دیگه که باوری به خود نداریم.
چرا مردم ما هدفشان نمیدونه؟ چرا مردم ما مکتب تمام میکنه در فکر روسیه رفتن؟ چون که دشمنای داخلی، دشمنایی که خودشون ملت دوست میگن در داخل کار میبرن که ملت دیگر فکر نکنه مجد روسیه. خوب بیا دعا کنید که تا که خداوند تاجیکستان ما آباد نگه دارد. تشکر بادر از این شاد دعا میکنم. حتما قرآن را خواندگی هستید یا نه برادر؟ خوندگی هستید؟ برادر خود تازه تاجیکی گپ میزنی پراستا. پراستا حاضر جوانای ما در جای هم پراستا همون گفته هم مردک هم بگوی میشوه. همین روسا را همین چند که تونستیم همین کلمه هاش و استفاده نکردیم ما فایده کردیم. حالی نگاه کنید بعضی ها میگن که خیلی باید روسی گپ زنی. ها روسی گپ زنین، اگر روسی را گپ زن بدونید گپ زنین، اما همین زبان تاجیکی خودش یک زبان ای، یک دنیا کلمه دیگر از زبان روسی میورن در دانش داخل میکنن، تمام دیگه نمیفهمیش. یک برادر تاجیک خطی که در بگیم که در شوروی در تاجیکستان دیگه نیست، از دیگه کشورهای ما تاجیکو فقط در تاجیکستان هستیم و دیگه برادرایی که تاجیک هستند در بگیم که دیگر کشورها زندگی میکنن با اونا صحبت میکنیم همیشه شکایت میکنن، میگن ما خوشحال میشیم که با تاجیکا صحبت بکنیم، اما تاجیکا وقتی که صحبت سر میکنن شروع میکنن فقط همیشه با هم کلمات روسی صحبت میکنن که ما خوب متوجه نمیشیم. خوب کدوم نفر یک پیشنهاد داشت؟ بیا برادر عزیز استاد یک پیشنهاد دارم لطفا دقت دید. بیا بفرمایید برادر عزیز. برادر عزیز بیا. یک نفر نوشته است که به لهجه واوچکی گپ زن. همین آخرای وقت دوستای عزیز خوب فکر اندیشه خودتون بنویسین. من یک انسانی هستم که هم چیزی که مردم می نویسن دربارش گپ میزنم. به همون خاطر فکر عقیدم به بعضی نفرات توغری نمیآید. یعنی مشکلی اساسی برادرای همه است که من در همیش برآمد میکنم نفرا میفرویند به ما دشنا میتونن ای غرمی تو حقی گپ زدن نداری. برادرای عزیز گرامی من اولش که تاجیک هستم، دیگه‌مش که من از غرم نیستم. غرم من دوست دارم، خویش تبار زیاد داریم، نفرای زیاد زندگی میکنن، یعنی که دوستا داریم، یگان مشکل نداریم. اما ما به خودمان یک ناحیه داریم به نام ناحیه تیلرک یا از سنگبار نامش کردن. من به اون سنگبار راضی نیستم. به همون خاطر برای نفرایی که نمیدونین برایشون میگم که ناحیه بگیم که تیلره در مرز شگناو است. از اون طرف هم اگر که در کبرای سری خاصار دیگر جاها سر میشه. به همون خاطر دوستای عزیز من به هیچ قومی که در تاجیکستان هستند بدی و دیگر چیز ندارم. من باوری دارم که اگر که ما یک لگدی در دهن دشمنای ملت بزنیم بگیم که نه کلابیش گاو سوارای، نه غرمیش گناهگارای، نه پامیریش گناهگارای، نه دیگرش گناهگارای، نه دیگرش گناهگارای، ما هممون تاجیکیم. بیاین در یک صفی بگیم که تاجیکی بشینیم، در یک میزی گرد بشینیم هممون صحبت بکنیم آیا چیکار کنیم که ملت ما پیشرفت بکنه. در حقیقت حاضر مجبور میشوند مردم که در یک جامعه اگر که یک قوم یک نماینده یک بگیم ناحیه اگر زیاد باشن اونا برای خودشون یک قوم ساز میکنن، درست میکنن. این دیگریاش به خودشون یک قوم همشون تاجیکن، اما باید که به همدیگر با مصلحت کنن که آیا رفت آمد میکنن یا نه.
السلام علیکم. در آلمان چند هزار تاجیکای. خب فکر میکنم که از اون نفرهایی که خوب خودشون تاجیک میگیرن نو هستن از مهاجرش تا چیشه، فکر میکنم یک 20,000 تاجیک هستک. از دانشجوش تا بگیم که کارگر شد تا مهاجرش یک 20,000 تاجیک هستک. باشه انشالله که همین یک عادت خوبی تاجیکی داریم که همین انشالله از دست نمیتیم. در اینجا تاجیک ها اگر که یک نفر هم قطعی زنش باشه 10 سال بعد دیگه انشالله که 10 فرزند میکنن. در اینجا تاجیک ها بگیم که سخت زیاد شده است. ولی این چیزا را با کلا نمیگیرن مردم. بعد 10 سال 15 سال ما هم یک قومی میشیم در آلمان که در داخلی بوندستاگ آلمان انشالله که بگیم که مردک های تاجیک دیدی همجا بگیم که پوشیدگی سر لباسشون تازه در بوندستاگ شدگی های تاجیک انشالله آینده ما با آینده تاجیکا باور دارم. اما صد افسوس که من فکر میکنم تاجیکا در خارج زیاد پیشرفت میکنه، از آن جمله در اروپا. اگر از ما در اروپا نگاه کنیم مردم ما بسیار در پیشرفت هستند. امروز فرزندی تاجیک، فرزندای کودکایی که مایدهک هستند درس میخوانند تا حالی که بعض نفراش حتی صنف یک نرفتن زبان آلمانی، زبان انگلیسی و فکرشون هم خوب است، عقیده و پیشرفتشون خوب است. به هر چیزی که نباشه هزاران بار میگم دوستای عزیز، هزاران بار میگم برای همه شما، اگر که حال هم فکر تو درباره پاسپورت روسی گرفتن در روسیه از نکرده باشه این فکراتون رو بکشین، حرکت کنین به دیگه کشورها. قانونی حق ندارم شما را دعوت کنم به اروپا، اما میفهمین گپام چی معنا دارن. اخی معنای گپ همه یکی شیران چنده که میتونین سرازیر کن، یعنی از همین روسیه دور باشیم انشالله که ملت حرکت میکنن، ملت پیشرفت میکنن. خوبی این کشورها همه دوستای عزیز که در چی سطحی که نباشه فرزندا تو حق درس خوندن، علم پیدا کردن دارن. بدبختی روسیه دایی است که فرزندای تاجیک در اوج بی سواد میمونن. برادرها خواهش میکنم همون 40 کلمه تا بچخین که بسیار دوستا ببینن که گپای خوب رفته ایستاده است، بدرایان داخلشان گوش بکنن. اینا به خاطر صحبت با شما است. خوب در اروپا مردم تاجیک میتونن پیشرفت بکنن. 10 سال بعد 15 سال بعد در پارلمانت بگیم که آلمان، در پارلمانت دیگر کشورها خواهند تاجیکا را دید. یعنی بدبختیش در همی است که اگر ما به همین سیستمی بگیم که توتالیتری حرکت بکنیم تاجیکا در تاجیکستان میمونن، خارج میشن دیگر کشورها. بعضی دوستان میپرسن که آیا چی فکر داری درباره آمدن تاجیکان یعنی مهاجرت تاجیکان به اروپا؟ فکر من 100% پوزیتیو نیست. فکر من 100% بگیم که خوب است در این باره، چون که ملت ما سالهاست که در روسیه در طی عذاب و شکنجه روزها موندگی است. ما سالها شد که در طی سیاست روسیه اذیت میکشیم. سالها است که مردم ما را میکشن، فرزندای ملت میکشن، دخترای میدهک ملت میکشن، یعنی خیانت به این ملت میکنن. اگر چنده که ما و شما دورتر از روسیه باشیم ما برکت ما زندگی ما خوب میشه. یک برادر دیگه سوال نوشته بود در اینترنت که دوستی عزیز خواهش میکنم برای من بفهمونین که آیا در یعنی که ویزا گرفتن با کدام یعنی که پاسپورت خوب است، با روسی خوب است، با تاجیکی خوب است؟ میگن که باید اول پاسپورت روسی داشته باشی بعد ویزای اروپا را بگیری. نه دوستای عزیز، ویزای اروپا را با هم پاسپورت تاجیکی را میتونیم بگیریم. یعنی که این امو دعوت و پروپاگاندای یعنی که بدی روسا هست که شما را همیشه در دلاتون میذاره پاسپورت روسی را بگی، پاسپورت روسی را بگی. یک تاجیک 10 سال برای پاسپورت روسی گرفتن اذیت میکشه، بم میکشه، پاسپورت نشون میده که این ما روس همیشه هستم، شهروند همیشه هستم، میگم برای گم شاخی در پیشونی زگیه تاجیکی. به همون خاطر ما با پاسپورت های دیگه ملت و شوق ندارم. خوب ای کوهستانی، من خودم چند بار سفر کردم آلمانی که سیاست دولت تاجیکستان رو پس نزن، همه خطا میکنه. میبخشی اگر ما یکون کسا پس نزدیم، ما خطاگی را گفته ایستادیم. همه این چه گپ نزد او چه گپ نزد، چی را گپ زنی؟ مردم میخوام بفهمم.
مردم امروز نمیترسن، مردم میخوان حقیقت بفهمه، مردم امروز گپ میزنن. ما یگون حکومت یگون کسات چی نکرد، ما خطاگی هم مردم گفته ایستیم. وقتی که یک ملت خطاگی یک بگیم که حکومت خطاگی میکنه، ما و شما باید که بگیمش. اگر که ما و شما خب بکنیم، همین مردم اروپا با همین تظاهرات، همین مردم اروپا با همین یعنی که فکر اندیشه آزادشون تونستن کشورش پیشرفت بکنه. آیا وقت ناآمده است که ما از عصر 19 کمک اوسو بریم، عصر 21 گده برای تیرزه؟ چی باید کرد؟ حرکت باید کرد دوستی عزیز. چی باید کرد؟ حرکت باید کرد. امروز یک نفر برای یک نمیفهم یک قطعه سیگار میتونه که 100 روبل 100 روبل بده. بگیرین همون چیزا تا اینوستیر باید بکنین. بگیرین همون چیزا تا سرمایه گذاری بکنین در سر خودتون، در سر ملتتون، در سر فرزنداتون. چرا که ما امروز در سر فرزندامون بگیم که سرمایه گذاری نمیکنیم؟ امروز وقتی که یک نفر با شما درباره بگیم که علم صحبت میکند، در این نفری هست که مثلا درباره او سرمایه گذاری کردگیان. برادر عزیز، خب ما درد ملت هم میگیم، ما درد ملت هم میگیم، ما فرزندی همین ملت هستیم. نه اینکه ما ترس نداریم از یگان حکومتی و از نه از پرزیدنت، نه از ایش نه اوش. او خود در جوانمردی ما و شما دوستای عزیز. خیلی نیرو تو دانی خدا شاید اینجا همه نفرایی که هستین، اگر در میگم راضی باشین شلیک کلمتون بجخین. همیجا اگر حاضی همه شما در اینجا نشستگین کو، من همین حکومت بگیرم تعریف کنم کو در جایی که شما میدونین که همین با تعریف نیست کو، همه تو ناراحت میشن. همین خیلی نیست، همین خیلی نیست تک، همین سنگ زدن خوب نیست تک. آخی تعریف چرا ما باید تعریف کنم؟ من میدونم که حاضر بگیرم حکومت تعریف بکنم، او کوشش میکنن مثلا حرکت میکنن که او خاین ما رو تعریف داره پول میتن چی میکنن، نه که من تعریفش نمیکنم. چرا باید من یک نفر تعریف بکنم؟ او یک وقتی نرسیده است که ما بحث کنیم تعریف کنیم. من ملت تاجیک تعریف میکنم، من تاریخ تعریف میکنم، من اسماعیل سومانی را تعریف میکنم. هر یک نفر در این عصر 21 میتونه چه با اینترنت به تلویزیون پیشوا بگه، یک نفر دیگر بگه. ما با اون مردم کار نداریم، ما کاری خود را میکنیم میریم. میگه که شما جنگ اندازین، چرا میگریزی ای وطن؟ برادر عزیز، وطن وطنی که در او وطن برای عالما جان نمانده است، او وطنی که برای علمدارا جان نمانده است. همین نفرایی که در داخل دولت تاجیکستان، خود دولت تاجیکستان حرکت میکنن که یک جبران، من بسیار با مردم تاجیکستان صحبت میکنم از عالمش تا معلمش، همش میگن اینی میخوای کار کنیسم کارو نشده است. برادرها یک بارگه خاطر رسان میکنم، وقتی که شما یوتیوب تماشا میکنین، وقتی که شما همیشه کلمات میجخین محقول به من یا گفلت می با زبان آلمانی، ایرا شما یگان کس شما رو نمیبینه، شما یگان حکومت زندان کرده تو نمیتونه، یگان کس شما رو یگان گفته نمیتونه. همین یک چیرم جخیدن به خاطر الله بجخین. دعوی تاجیکا و این برادرایی که درباره علم سیاست صحبت میکنن، درباره یعنی که یک فکری آزاد دارن، دیگه برادراتون بفهمن. همین نفرایی که به خاطر پیشرفت صحبت میکنن، به خاطر یعنی که حقیقت صحبت میکنن، یگون کس تعریف نمیکنن. اینا نگاه کنید تو دانی خدا، اگر حاضی من بگیرم همین رئیس جمهور را تعریف کنم، شما همت میگین که ای پدخلیم بوده است، میگین همت هم خیلی به هم خاطر تعریف نمیکنم. دوستای عزیز، توکل به الله. امروز یک وقتش دیگه که یک آدم مرا روز نایسته بود، میگه که برادر عزیز، من خودم میگه همین یک جا یک کار میکنم در تاجیکستان، یک نامه می نویسی، میگه در همون تاش باید بنویسی که 1000 رحمت به فلانی که به ما صلح آورد. آخی نامه درباره دیگر چیزای، آخی صحبت ما درباره پیشرفت ملت های، آخی ما با اون مرد چی کار داریم؟ گپ درست نمیگم مردم، ای روی تو دانی خدا، حقیقت نیست.
نفرایی که تلفن کردن خواستن که یک چیزاشو در همین چی بگیم که بگذارم با زبان روسی که خچون میگن که رکلامشون کنم بعضی چیزاشو. دوستای عزیز، ما در این یوتیوب برای یعنی که ترغیب مال یک نفر اومدگی نیستم. من انشالله که یگان کسم یعنی که ترغیب نمیکنم، رکلام نمیگیرم مانم که این فلانی خیلی این به خاطر پول کار کنی نیست که یوتیوب ما برادرای از گرامی به همون خاطر این کارا رو من نمیکنم. من یک گپ خوب باشه انشالله میتونم اعلانش کنم، اما این خیلی که مثلا میگن که این خپلت میتیم تو بگو گپ زن بمون ویدیو را که مردم تماشا کنن، این هم فایده برای مردم میبینن. نه برادرای از گرامی، من این کارا نمیکنم چون من یک شخص سیاسی و یک شخصی بگیم که فرهنگی هستم. این کارا برای من نمیزه. و دوستای عزیز فکر میکنم تماشابینانی که در همینجا هستن همینا رو هم از همین بگیم که ترغیبات همین رکلامه ها خسته شدگیم. خیلی نیست دوستو. یک برادری که در پرای فلانیست پرسیده ایستاده است، برادر عزیز کاراش دوام دارن. من نمیخوام از در این باره صحبت بکنم، ان شاء الله در باره صحبت میکنیم، جوش نیست. برادر چخیل در خدمت دستیارش نوشته است. برادر عزیز منوچهر کوهستانی فیسبوک، منوچهر کوهستانی ادنکلاسنیکی، منوچهر کوهستانی اینستاگرام. برای نزدیک انشالله ما فکر میکنیم در این اینستاگرام خوب میشه اگر من افیر داشته باشم، چون آزاد است، در هر جایی که باشم میتونم از داخل تلفن با شما صحبت داشته باشم. خوب یک برنامه سیاسی تیار کنم. برادر عزیز من برنامه سیاسی که با کلی سیاسی باشه تیار نمیکنم، اما هم برنامه صحبت با ملت برای همه دوستان، برای همه تاجیکستانیان عزیز خواهد بود و برای نزدیک انشالله زنگ تلفنی را بریجه میشه که شما میتونید تلفن بکنید صحبت بکنید. اصلا یعنی که صحبت ما همیشه درباره پیشرفت است، یگان کس تاخیر کردن، یگان کس بد گفتن نیست، درباره پیشرفت، درباره علم. شاید نفران جوانانی باشن که پیشنهادهایی داشته باشن که برای مردم ما خوب بیاید و مردم ما پیشرفت بکنن. دوستای عزیزی که هستین خارج نشین، در همینجا بمونین، سوالای خودتون بنویسین. بخشش که اگر وقت نگرفتم سوالاتو جواب بدم، اما انشالله که همیشه کوشش میکنیم در سوالای شما جواب پیدا کنم. شما ایروی علمتان کار یافتین در آلمان. ما برادری عزیز در خب وقتی که صحبت با ملت میکنی باید که حقیقت بگوی. من مرکز کار آلمان رفتم که جاب سنترش میگن. خب مرا اون گفتن که همچون ترجمان میتونن که کارم پیدا بکنن، یعنی در یک وقتی عاجل. من گفتم که نه دوستای عزیز، من در حال حاضر کارکنی نیستم، من خواهش میکنم که من درس بخونم. من یعنی که فکر میکنم که من نیاز به درس خواندن دارم. درس خوندن در کار این چیز در کار میشه، کار پیدا میکنیم. بعد من اونقدر در فکر کار نیستم دوستای عزیز. من مثل همچون سیاست شناس میدانم که اپراتور پیرامونی که رحمانوف کرده شده است. برادر عزیز مهم در این است که اولین چیزی که هر یک کاری که در تاجیکستان میشوه، یا اینکه رحمانوف فرزندش رئیس جمهور میمونه، یا اینکه مثلا دخترش رئیس جمهور میمونه، یا اینکه دیگر نفرها هر کاری که باشه نباشه، دیگر ملت تاجیک به هر گپو تن نمیتن. ما در 10 سال اخیر در آسیای میانه، در آسیای مرکزی بسیار تبادلات پیش می آید. اصلا رفت زندگی مردم 10 سال بعد عوض می شود. یعنی که دنیا در چنان پیشرفت است که اگر که 200 سال پیش دنیا مثلا 2-3 سالی پیشرفت میکرد، حاضر دنیا در یک روز یعنی حاضره دنیا پیشرفتش زیاده است. بگیم که یک سال عصری 17 یا 16.
به همون خاطر مردم زندگیشون عوض میشه. مردم دیگه نمیتونن که همون چیزی که در داخل دارن همونا رو بخپن و حرکت میکنن، هر کس به هر راه بگه حقیقت و برای مردم بیارن، مثلا بگن که نه حقیقت تمام حکومت پرزیدنتی تمام شد، بیاین پارلمانت باز بکنیم که مردم آواز بده و همون نفرایی که مردم آواز شده است همون نفرها هم حقوق داشته باشن که برای مردم قانون قبول کنن. اخی قانون قبول کنی کی خلقت شای. وقتی که تو آواز دادی برای پارلمان، برای یک دیپوتات، برای یک نماینده خلق، او باید برای تو کار کنه. یعنی که تو سهم داری در یک قانون قبول کردن. اگر شما کار نکنید پس چه خیلی روزگارتون رو پیش میبرید با کدام مزد؟ برادر عزیز، من در آلمان درس که میخونم، یعنی همون مزد زندگی من میتیم برادر، گشنه نیمونیم شیرینر. ما در وقتش فکر میکردیم خدا یک شرایط مبتدا درس بخونیم، حاضی خدا همه شرایط داد است درس بخونی خوب نیست. ای کار داخی خیلی کار کردی 3 سال 10,000 20,000 30,000 هم 50,000 یورو کار کردی، بعد چی؟ عمرت میره و اما بگیم که اعصابت خراب میشه و نه دیگه کتاب خوندن میتونی، نه چیز در کلد میمونه. حاضی هم گپ جای خوبیش حاضی رای که هم وقت داری هم شرایط داری، بگی علم بخون 10 سال بعد کار میکنی. اخی کاری جو نمیگریزن. خوب، سلام برادر، مرگی زن خبرداری برادر؟ بله خبر دارم. هر یک نفر در اینجا اگر از دنیا بگذره خب یک 4-5 روز ادامه میکنه تا این را بگیم که میگیرن تشخیص میکنن و نگاه میکنن به خاطر چی فوتیده است و بعد از دستی بگیم که سایه باش میتن. خب نفرایی که به کلا گرفتگی این کار ان شاء الله فکر میکنم که میکنن این کار حرکت میکنن. برادر من درباره خیمیا علم دارم، کار هست بیام؟ برادر اگر تو درباره خیمیا علم داشته باشی در همه جا برای تو کار هست، اما مقصد اینه که چی علم داری درباره خیمیا، چیکار کردم؟ یک سال در گرمانیا درسخوانی بی پول است. یک سال در گرمانیا درسخوانی بی پول است. برای برادر عزیز، خوب من راستی یک 4-5 کورس ما پل قطعی خوندگیم، این همی گفته در پیش شما. خب یعنی که 30% باید که میسپاریدم. من با خاطر خواندن هیچ وقت دریغ نمیدارم، اما بی پولم هست یک برادر روشن خالی. خب بدون پولم انسان میتونه که درس بخونه. خب دقت. سلام علیکم برادران، من با زبان انگلیسی گپ زدن میتونم؟ معلمات من معلم خانواده بخشی باید به آلمان رفتن چیکار کنم؟ خوب اگر معلومات تو عالی باشه زبان انگلیسی را خوب بدونی. آخه با زبان انگلیسی در اینترنت بنویس نشونت میده چه خیل میای. من بعض نفرا می نویسن که سلام علیکم اکا سوزی سلامتی تنجی ما 6 زبان میدونیم چه خیل آلمان بیم. برادر وقتی تو دونستی چه خیل 6 زبان یاد گرفته هم اومدنش هم دیگه قد مشکل نمیشه. 6 زبان خطی بخون یک کم کم پیدا میکنی، حرکت میکنی. خوب همه گفته‌های خطا با راه صلح و ثبات می شود. بله برادر عزیز، امروز ملتی نیست که مثلا بخیزن همدیگر کشی بکنن، هم بگیم که یراق در دست بگیرن. ملت ما از این سطح گذشتگی است. هر پیشرفت سیاسی که در تاجیکستان شود، هر کاری که بگذره انشالله که دیگه این گپ‌های جنگ جدل این گپ‌ها دیگه نمیشه، چون مردم این کار دیدن و مردم هم نمیخوان چون جنگ بکنن. خوب Aka wo wohnst du in Deutschland? Deutschland با حرف کلان می نویسته میشه. همیشه کشورها، نام آدم، یعنی که نام یک چیز، یک اشیا با زبان آلمانی با حرف کلان نوشته می شود. دوستی عزیزم،
مکسیم جان نیستد، مکسیم جان نام تا نمیفهمم. یک عبادالله جانش بنویس، نخوادم نامش مکسیم جان بنویسم. ناراحت نشه نر دستگیری کنی هم خبر که همی بگیم که دست چی نفرها زیاد اجدگی است که فقط کوشش میکنن که یک نفر ابونه شود. دوستای عزیز، بلاگر شدن در اینترنت صحبت کردن کار مشکل نیست، اما پیدا بکنید در چی باره میخواین صحبت بکنید. پیشکش کنیم برای مردم پیشکش کنید که شما علم مثلا سوسیال دارین، یک علم داخلی دارین، شما میتونید که پیشرفت بکنید. به همون خاطر دوستای عزیز، یعنی که وابستگی از خود شما داره که چخیل شما میتونید مردم با یک چیز قانع بکنین. وقتی که مردم قانع کردین که مردم عزیز من در همین باره میتونم کار بکنم، مردم ابونت میشوه. این مردم اون مردمی نیست که بازور بگن که چیز دایی آواز بده. این مردم در یوتیوب آزادی داره. هاز یوتیوب جای آزادی ای. مرده که میفورش ابونت میکنه، نمیفورش ابونت نمیکنه. حق داری گپ زنی، حق هم نداری گپ زنی. نه حقوقی، نه سیاسی، نه انسانی. نمیفورش گوشت نمیکنه، نمیفورش ابونت نمیشوه. برادر بعد درباره من سطر کردن قبول کنن چی کار میکنیم؟ یگان کار نمیکنیم. خوب اگر حرکت داخلی داشته باشین، حرکت های سیاسی در داخل خانه‌تون حتی اقل صحبت کرده بتونین، خوب دیگه ما گفتم که مثلا 1000 تا چینی را میارن که زنهای تاجیک با اونا زوجه بشون، با عزیز حجابتون رو محکم میکنن، عزیز اون طرف دیگه ناموز مردک موندگی نیست کوخی. نه یک نفر تولد میشه در تاجیکستان، میوز اصل حاضران دیده است که مثلا یک دختر تاجیک که در وقتای پیش گپا نبود، در وقتای پیش دخترای تاجیک خودشون یک دنگل میکردن، بیگونه را نمیگرفتن. وقتای پیش هم خیلی بود. این تاجیکایی که تاجیکای داخل چین زندگی میکنن، نگاه کنین یک تشبیه که یک بگیم که شوهر چینی کردگی نه نمیکنن، به خاطر که برای فایده شون است. وقتی که ملت در یک سطح بی‌ناموس کردن، دیگه هم حجابش میتونن با آرومی بگیرن، هم زندگیش از دستش بگیرن. این کار دشمنای هم داخلی است هم خارجی. به همون خاطر هشاری شما در کارای شما اگر میخواین که یعنی که یک لطمه به یک دشمنی ملت بزنین، درس بخونین، حرکت کنین، کتاب بخونین. یک تاجیک اگر همه تاجیکای ما حداقل هر یک نفرش اگر 5 کتابی بخونه، زندگی ما 30% عوض میشه، فکر اندیشه مردم عوض میشه. مردک زن گرفته است آواز در خونهش، خطی زنک گپ زدن نمیتونه، هیچ کار کنه نمیتونه، به جای زنک مجبوره که بگریزه بروه. ما در این چیزش بگیم که خفاروی کردگیم، هم در کمیونیکاسیون، هم در صحبت کردن، هم در دیگر چیزهاش. یا اینکه یک نفر خچم بلا میگیره در اینترنت ایساست که نمیفهمم این خیلی بزنی چی کار میکنه، یک چیزایی نیستگی که با مردم میدارن هم رو تماشا میکنن. این سطح فرهنگ مردم های. وقتی که سطح فرهنگ مردم پس شید، مردم به هر راه رفتن میگیرن. سطح فرهنگ او وقتی پنگ میشه بگیم کم میشه که تولیدات داخلی ناپوره باشه، مردم گشنه باشن. میگو گرسنه با سگ میزنه، با گرگ میزنه، با چی میزنه؟ به همون خاطر تایی برای خوب فکر کن در کار. Ich bin auch in Deutschland und wo wohnst du? Akai. Akai, برادر عزیز, ich wohne in Leipzig. Leipzig ist so weit. Und Berlin. Und jo, ich werde nicht jetzt Deutsch sprechen. Die meisten sagen dann, okay, Manu Ceri spricht jetzt Deutsch. Dann sagen wir einfach, dass er kein Tadschikisch sprechen will. Ne? Nee, das machen wir nicht. Wir werden nur Deutsch oder auch Tadschikisch sprechen. Nee, Tadschikisch ist einfach besser. Tadschikische Sprache ist eine wunderbare Sprache. Zaboni Tadschiki بهترین زبانه. Wir müssen Tadschikisch sprechen. ما لازم داریم زبان تاجیکی صحبت بکنیم. Unsere Sprache ist für uns geeinigt.
زبان ما برای ما ساخته شدگی است که ما فهمیش آرامیش همه چیز در زبان خودمون پیدا بکنیم. Wir können auch nicht, wie sagt man, mit anderen Sprachen uns besser verstehen. با دیگر زبان ها ما نمیتونیم که همدیگر را خوب بفهمیم. Weil wir aus Tadschikistan kommen. Weil wir Tadschiken sind. ما با زبان خودمون میتونیم خودمون بفهمیم. به خاطری که ما تاجیک هستیم. تاجیک باید با زبان خودش صحبت بکنه. امروز هر کلمه‌ای که از خارج آوردن در داخل زبان تاجیکی و زبان تاجیکی را بی‌مزه کرده است، این مشکلی عمده ماست، مشکل اساسی ماست. خوب. این ملت ما راستی بعضی بچه‌های تاجیک میبینم با زبان چینی گپ میزنه، هم خیبوار که خوب گپ میزنه که راحت میکنی. این آدمی باشه که این نفر رو بگیره استفاده ببره، نفری باشه که آدمای با عقل بگیره تاجیکستان کارو برشو بتاو کاروش چی کنن. یعنی که حقیقت باشه، هر یک تاجیک اگر آل بسیاری ها، آل بعض نفرها حق دارین در سری من بعض وقتا میگن که خیلی نکای منوچر خوندیم اینا میم خشتبان نداریم کارمون نمیتن. این مشکل هم هست در تاجیکستان. با هم خاطر دوستای عزیز فکر میکنم امروز برنامه صحبت با ملت جالب گذشت، خوب صحبت کردیم. فکر میکنم که صحبت زیاد هم مقدر در کار نیستک. خوب 10 دقیقه داریم دوستای عزیز، اگر اجازه بدید میده بریم. خب همین باتون نتیم فکراتون، یعنی که فکراتون گیج نکنیم، با همین فقط خواندن باید که ناراحت ها نکنیم. خب اولی ای با نمیدونی با کجات فخر داری تو خود دیا بیژنسی کجا میگی میخوانم شرمنده ندید نودیده. ای خدا شاید ایکو در زندگیت ناراحتی، زندگی نداری. اینمی آدمی که اپای بد گفته است ایکو ما جواب بشتم برادری عزیز بیژنس نه مرا آلمان همچنین انسان سیاسی قبول کرده گی. فهمیدید؟ همچنین انسان سیاسی، من یک انسان نیستم که برای خاطری خوردن گرفتم آلمان اومده باشم. یکمش دیمش که من فخر از تاجیک بدنم میکنم. فهمیدی؟ تا اصلا حق نداری که من بگویی که من فخر نمیکنم. تو کی هستی که میای درباره زندگی من میگویی که تو خودت بیژنسی؟ آخه تو زبان تاجیکی در نایسته نمیتونی. آخه من قطعی چی گپ زنم؟ دیده صدای من هازی خوب نگاه که چشم ما با فکر ما یک کلاشنیکوف میداشتیم یک تیر در پیشونی میزدی. نیکنه خوب گوش که گپ ما در زندگیت برکت نیستک، در زندگیت خودت در حیاتت خوب نیستک، حیاتت خوش نیستک، خودت بدبختی و میخوایی که با همین صحبتای بد دیگران رو ناراحت بکنی. اما این ملت نفرایی داره که در صحبتای بد هم جواب میگن، در صحبتای خوب هم. فکر نکه که در اینجا بفرو در پیش مردم یک ساعت بشین گپ زن بعد میفهمی که خودت کی تا چی درجه فهمیش هستک. تشکر به همه دوستا عزیزا کلانسالا پدرایی که در اینجا هستین. اگر یگان صحبت کرده باشم که شما رو ناراحت کرده باشه بخشش از همتون مادرای عزیز پدرای عزیز. من اصلا هیچ نیت یگان بد گفتن ندارم، اما همین نفر من فهمانده شدم که اینا میخواهند که یعنی که دیگه ملت تاجیکی در دیگه کشورهای اروپا رفتن پناهنده شدن قبولشو کردن پاسپورت دادن به چی شکلی که زندگی چه یافتن، اینا میخوان که همواره گپی بد بزنن. بعضیاش اومدن خودشون پناهندن با دیگه پناهندگان را بگیم که تحقیر میکنن گپای بد میگن. ما در هر یک جایی که تاجیک زندگیش پیدا بکنه من اوجا خوشحال میشم. چی فرق داره که چی خیلی زندگیش پیدا بکنه سرش بلند باشه چورکش نگن، همین برای همه ما شما ثواب نیست، خوب نیست. اکاجان درباره مکتب یعنی سطر و لباس نمودید. اصلا سطر لباس در تاجیکستان اصلا باید همش تاجیکی باشن. اصلا لباس های آزاد بگذارن که زنها لباس های آزاد بپوشن. وقتی که زنها لباس های آزاد میپوشن، وقتی که زنها سر روشون یعنی که با چیزی درکاری هر یک نفر فکرش، من اصلا بر نفری که مثلا میگه که
نه من این کارو نمیکنم با او کار ندارم. هیچ وقت ما بازوری نمیتونیم یک نفر مجبور کنیم که تو حجاب پوش یا با یک نفر مجبور کنیم که تو حجاب تای سر بگی. ما حق نداریم. حق در دست خداونده. اما ما دعوت ما همه که این مردم همه مردم تاجیک مسلمون یاخی بگذارینش با همو بگیم چه خیلی که بد همو رفتن بگه. در برای فرهنگ اصلا سر لباس در مکتب ها باید کشاد و آزاد باشه. هم زنا خودون خودشون خوب حس بکنن، هم مردا در فکری بدی نشون که مثلا فقط در فکر دختر بازی شان درس نخونن. به همون خاطر خوب دیگه مشکل اساسی ما در همه که کشور که حرکت نداره باید فکر اندیشه شما رو در همه چیز محکم بکنن. یا از هم حجاب میخپن یا از هم دیگه ایکس میگن که فکر اندیشه شما رو هم خیلی بگن که بازی کنن قطعی تو که شما دیگه فکر کردن نتونید. دیدین در همه کشورهایی که اقتصادشون رو پرای، در همه کشورهایی که تولیدات داخلیشو نولای صفرای، در همون کشورها همیشه کوشش میکنن که پاتریوتای باشن که این لباسی خیلی ایش بیگونه اون دیگرش چیه مرد خوب از ما در اصل 21 بخوای نخوای چیزی بیگونه در یک کلتور هست. ما حداقل زبان ما رو نتونستیم که حفظ بکنیم. Schönen Abend noch, danke. Schon, ich bin nicht Tadschik, aber ich mag Tadschik. فهمم. یک نفر نیست که من تاجیک نیستم، اما تاجیک‌ها را دوست می‌دارم. Ja, danke. Alles okay. Wir haben auch kein Problem. ما را میگن مشکل با شما نداریم. ما تاجیک‌ها اصلا یک کلتوری خوب داریم، یک فرهنگ خوب داریم که هر سرا که باشه کوشش میکنیم یک نفر خفه نکنیم. همین عادت ما هم خیلی است، نمیفهمم از شما چه خیلی است. هر یک نفری که با ما بخواد صحبت بکنه ما با هم زبان خودش جوابش میگیم، اما مهم برای ما هست با زبان تاجیکی صحبت کردنه. خب دوستای عزیز، اگر سوالای دیگه داشته باشین ان شاء الله بنویسین، در دیگه سوالاتون جواب بدیم و بگیم که پخش زنده را قطع کنیم و ان شاء الله کوشش کنیم که باز هم زیادتر با هم دیگر ببینیم، در پخش زنده صحبت بکنیم تا اینکه بتوانیم که دوستای عزیز بر یک خلاصه بیاییم. خب اگه سطح دانش در تاجیکستان به چه سطح قرار دارد؟ برادر عزیز، سطح دانش تاجیکستان خیلی یک سطح پست قرار داره. یعنی که مشکل در مردم نیست. نه مشکل در مردم نیست. مشکل اصلا در اوه که هم نفرای کلونه که در داخل هستن همونا، یعنی که شکلی تیار کردن و فریاد کردن همو به طرف علم خیلی یعنی که در سطح پست است، چون که خودشون به همو چیزی در کاری سواد ندارن. نمیتونن که مثلا بفهمن که مثلا 4 نفر در همی صنف درس میخونن، 10 نفرش میتونن که مثلا در علم طب خوب باشن، 4 نفرش میتونن که مثلا در دیگر چیزا خوب باشن، 5 نفرش میتونن که در کامپیوتر خوب باشن و بین در کامپیوتر خوب شدن. که مردم ما 8 میلیون همین تاجیکا همش ترجمه شون کو همش نگیش میبرن. باور کنید ما 8 میلیون شدیم اینا. نه میلیون شدیم اینا. ما قدر زیاد نیستیم که مشکل باشه خواندن تاجیکستان. اگر آدمی که میخواد تاجیکستان درست بکنه باور کنید در دوام 10 سال هم خیلیش میگه که جانون میشه. ما مشکلی آب نداریم، ما مشکلی خزینه نداریم، ما همه چیزی که ما حتی همه چیز داریم، کانای نمک، کانای طلا، همه چیز ما داریم، اما کارگرش نیست. چون مردم علم نداره. به خاطر چی مردم علم نداره؟ به خاطری که سرمایه گذاری نمیشه در تاجیکستان. چرا سرمایه گذاری نمیشه؟ چون که نفری که سرمایه گذاری میکنن میگیرن دستگیرش میکنن. یعنی ای کاری بده. وقتی که یک ملت سرمایه گذاری نمیشه و وقتی یک دولت سرمایه گذاریش بند میشه میفهمه میره. تاجیکستان هیچ کس سرمایه گذاری نمیکنه بغیر از چین مقصد خودش داره. چین هم روز من در یک برنامه تماشا کردم دوستای عزیز، باز هم میگم تو مقصدش 100% اگر که احوال به همین خیلی بره 15-20 سال بعد دیگه تاجیکستان دیگه در با کلید تای کنترل چین میدروه و دیگه هر کاری که دلشون بخوان همون کارا میکنن و یگان دادم گپ زدن نمیتونن. هیچ کس هم گپ زدن نمیتونن. حاضر در این تاجیکستان مردکای کلون باور که مردکای کلون تاجیکا
اذیتشون میکنن که شما حق گپ زدن دارین. هر یک نفری که ملتگرا است، من با او کار ندارم، من ملتگرا نیستم، اما گپ درباره حقیقت رفته ایستاده است. ما را اغوا بخون کرده ایستادن، یعنی که ما را گرفته ایستادن دوباره. ما را دوباره این یک ما با یک امتحان کلان که شورایی بگذشتیم، با یک امتحان دیگه اومده. اگر در این امتحان با همه شرایطی که ما و شما داریم، با همه مدیا و خبر و اخبار ما و شما داریم زیرک نباشیم، این یک پارچه وطن دیگر هم از دست میدیم. خوب ان شاء الله باز در برنامه‌های دیگر از خیلی از سر نو سمرقند بخارا را از دستی بگیم که ازبکستان بگیریم و چی راه ها وجود دارد، ان شاء الله در این باره ها صحبت خواهیم کرد. و دوستای عزیز، خب باز هم 10 دقیقه برای شما وقت میتم، اگر که سوالایی باشن ان شاء الله در سوالاتون جواب میگم، بعد بگیم که ترک برنامه میکنیم. و باید چیکار کنیم که سطح دانش بالا رود و فکر و عقیده خود را. سطح دانش در وقت پیش میره دوستی عزیز که اولین پدر مادر در کوشش اون باشن که فرزندشون حرکت بکنن. وقتی که پدر مادر میبینن که در مکتب درس نرفته ایستاده است، باید همه یک جایشان تظاهرات کنن، بگن که با خاطر چی شما هم درس نرفته ایستادید، با خاطر چی یک نفری که صنف 9 میخونه حداقل نمیدونه که چی کار در حیاتش کردنی است، فکرش نمیتونه جمع بکنه، گپ زدن نمیتونه. یعنی خوب این بسیار وابستگی از حکومت داره. بله والدین درباره نامی مسلمانی میدونن یک unsere Großväter tragen eine Hose auf der Couch, die wir heute anziehen. Die gilt als Kleidung anderer Leute. بهترین برادر. درباره میتینگ فراموش نمیشه برادر عزیز، ان شاء الله اعلانش خواهم کرد. میتینگ درباره هوایدا برادر عزیز گرامی، میتینگ در برلین میشه، بازید یگان کس نیستک، بازید یگان حکومت یگانش نیستک. ما در فکر شدیم که اگر که یک حداقل یک 300 تاجیک جمع بشه بریم یک بگیم که تظاهرات کنیم، به خاطری که همون نفری که همون دختری 5 ساله تاجیک تجاوز کرده همو بگیم که جواب بده. نکش прямой ефира برادر. خوب دیگه وقتم تمام شده از با فکرم خیلی صحبت کردیم، خیلی گپ زدیم، یعنی 1.5 ساعت شد که گپ زده شدیم. خوب اگر سوال داشته باشین ما از سوالاتون نمیگریزم دوستای عزیز. اگر درباره نام مسلمانی میدونی برادر، نام مسلمانی زیاده، محمد نام مسلمانی ای، ابوبکر نام مسلمانی ای، علی نام مسلمانی ای، نمیشون نام مسلمانی ان دوستی عزیز. چگونه تاجیکستان رو دموکرات کنیم؟ به خاطری که تاجیکستان رو دموکرات کنیم یعنی آزادش کنیم باید که یعنی که حکومت آزاد باشه، داخل رهبریت آزاد باشه. ما مردم آسیای میانه یگانه راه داریم برای پیشرفت. ما نمیتونیم که حکومت در اختیار شخصی باشه. مثلا اگر حکومت تاجیکستان همه حق یعنی حداقل 30% حق در دست رئیس جمهور میشد و 70% در دست پارلمان میشد، تاجیکستان رو گلگونشکوفان بود. یعنی پارلمان در تاجیکستان جان که نداره، فقط با فرمان کار میکنه، تاجیکستان نمیتونه دموکراتی باشه. اما ما تا حالی بعضی ها میگن که خیلی ترکمنستان هم گپ میبخشه که وقتی درباره ترکمنستان گپ میزنی، وقتی درباره قزاقستان، ازبکستان گپ میزنی، این گپای سفسطن ما همین آسیای میانه را ما تاجیکا یعنی که پادشاهی و همین زمین ای خودی ما ایوخی. ما باید ملت پیشرفته آسیای میانه باشیم و روزها هم از این میترسیدن که ما ملت پیشرفته میشیم، روزها هم از این میترسیدن که ما شاید که در آینده بتونیم که رقیب اساسی روسیه در آسیای میانه باشیم. به همون خاطر نگذاشتن که ملت ما علم سواد یاد بگیرن، نگذاشتن که مردم در تاجیکستان یک بگیم که جای ساز بکنن که در اونجا تنگ
برای برآوردن تانک حتی ما جو نداریم، حتی یک تیر از تاجیکستان نمیساختن. به خاطر چی؟ چون از این ملت ترس داشتن، چون ما ذخیره تاریخی داریم، ما داریم همون ذخیره که با چی نگاه بکنیم. تصورات ما هست درباره حکومت کردن، درباره پیش رفتن. یگانه چیزی که تاجیکستان هم میتواند که پیش ببرد این همو است که تمامی یعنی که حکومت در دست پارلمان باشه و قانون هم پارلمان قبول بکنه و رئیس جمهور یک شخصی باشه که فقط بتونه برای به دیگه کشورها یگان مصلحت کنه، دیگه حق زیاد نداشته باشه. یعنی این حکومت آلمان هم خیلی است، دیگه کشورها هم در اروپا همی است که یعنی پرزیدنت یا اینکه صدر اعظم اینا یعنی حق زیاد ندارن. برادر عزیز، صاحب وطن آخی ما در پارلمان چی در کاره؟ ما باید که خلق خیزت گپ زنن، ما صاحب وطنیم. برادر عزیز، سوال شما اصلا منطقی درست نیست. پارلمان همو یعنی که فرزندای این ملت، نماینده های خلق. پارلمان وقتی که ما تشکیل میکنیم کی آوازش میته؟ مردم. و مردم هم میتونه که 4 سال بعد با هم مردک آوازش نده. ما اصلا سیستمی که در تاجیکستان است، اصلا کارگاهی در تاجیکستان میشوه، ما حداقل نتونستیم که از هر یک ناحیه یک نماینده خلق داشته باشیم که حداقل برای مردم کوشش بکنه. ما نداریم. اگر حکومت تاجیکستان پارلمانی میشد، اگر که از هر یک ناحیه بگذار که 10,000 نفر داره، بگذار که 30,000 نفر داره، یک نماینده خلق در پارلمان راه میدادن، باور کنین نکنین اگر 10,020 همه خیلی وقت میشید که ما در پیشرفت حقیقی نمی کاری و از همه جدا پیشرفت میکردیم، میتونستیم پیشرفت بکنیم. چون آلمان مثلا پیشرفت کرده است، اینو بایگری ذخیروی ندارن، ما داریم. ما هم ایتسا داریم، ما هم قوه کاری داریم. جوانترین نسل در دنیا تاجیکه. نسل تاجیکستان جوانترین بگیم که فرزندا را داره. ما هم قوه کاری داریم، هم قوه هم بگیم که ذخیره داخلی داریم و هم میتونیم که بگیم که تولیدات داخلی را زیاد کنیم. تولیدات داخلی میتونیم زیاد بکنیم، اما گپ در این است که هم دشمنای خارجی هم داخلی از این چیز ترس دارن. خب بیشتر توضیحاتی بعد گیش نکنم در این باره که بازیاتی بعد بفهمین بونگین که رسلان احمدویچ جواب تی برادر جان عزیزم، یک باریگه همون سوال ده بنویس که سوال جوابتم. اکای منوچهر به فکر شما آینده تاجیکستان چی می شود؟ برادر عزیز، من در همین جا 1.5 ساعت درباره آینده تاجیکستان صحبت دارم. اولش این که در دین مذهب ما نمیتونیم بگیم که فردا چی می شود، چون خداوند خودش همه چیز میدونه. اگر رفتی کار همی باشه، یعنی به همین چیز اگر ما خلاصه بگیریم، به همین یعنی که تولیدات ناپره داخلی، هم اقتصادی پست، سطح دانش پست، یعنی که کسلی مردم زیاد است. مردم ما یعنی که دیدین خیلی مردم در 50 و 55 60 از مشکلات از قلب، بگیم از درد قلب از دیگه چی وفات میکنن. ما در یک مشکل عمده هستیم. اگر همین کاربار همین خیر رفتن بگیره و با خودی خب ما در این باره زیاد چیز خواندم، باوری 100% دارم که اگر به همین اول رفتن بگیره، شاید که 10 20 سال بعد دیگه یعنی دیگه چین درباره ما کنترل داشته باشه، یعنی که هیچ کاری بدون اجازه چین کردن نتونیم. آینده تاجیکستان یعنی که یک کشورک میدهنگ در بین چین، ایران طرفدار چین، دیگه هیچ کار کردن نمیتونیم. خب اکا ایروزا کانال های تاجیکی را گوش دارم، همه فقط درباره امامعلی شعر میخوانند، فقط درباره امامعلی صحبت میره. برادر عزیز، ما تاجیکان نیاز به شخصی نداریم که پروپاگانداش کنیم. مردم خودش میدونه که را احترام کنه، عقیده من همین است.
من اگر یک نفر احترام کنم خوبشم بگوی احترامش میگیرم بعدشم بگوی احترامش میکنم. اگر که یگان خیانت به یگان کس کرده باشه حقیقت احترامش نمیکنم. اما وقتی که شما گپ درباره یک نفر میروه، یک نفری که خودش کاری خوب کنه نیاز به اون نداره که درباره شعر بخونم. من خودم اگر یک نفر برای من شعر بخونم من شرمنده میشم، زیق میشم که این آدم این خط صفتی پس داشته است که من اگر از اینجا تعریف کرده است. تعریف فقط مال خداه، فقط خداوند تعریف کرده میشه. عقیده من همه دوستای عزیز، عقیده من همه که فقط خدا رو ما باید تعریف کنیم. یک نفر نمیفهم، یک رئیس جمهور، یک کسگه برای انسان های با فهم یک نقطه بس است. بله اکا سبب ترسیدن خلق در چیست؟ خب همه مشکلات ما تاجیکا برادرای عزیز با نگین که در آلمان ما از فقط درباره اقتصاد گپ میزنه با فکرم فقط درباره اقتصاد درس خوندن شده است. همه مشکلی ترسانچکی، ناامیدی، خودکشی، همه چیز برمیگرده به سر بگیم که فرهنگ و اقتصادیات پست تاجیکستان. که مثلا فرهنگ اگر شما نگاه بکنید که یک کشور مثلا برای فرهنگ شاید که 10 میلیارد دلار بده، اما تاجیکستان حتی 100 میلیون دلار هم برای فرهنگش نمیده. این خود فکر کنید که یک فرهنگ سرمایه گذاری نشوه، علم سرمایه گذاری نشوه، معلم سرمایه گذاری نشوه، طلبه مکتبش خوب خونده نتونه، مردک در فکرش کمش باشه، ای چی میترسه دیگه؟ مردک میترسه که یه نونانون میخره همون یه نونانون میگیرن ای دهنش. این به خاطر همین میترسن مردم میترسن چون مردم ناامیدن. مردک راضی اختشا برای دور بزنه دیگه گپی حقیقت نزنه. این سطح ما را، سطح فرهنگی ما را پس کردن چون که نیاز به همین چیز هستک. اینا نیاز دارن که اگر که ما بتونیم که یک کنترل خوب، یعنی که یک رهبریت بکنیم، رهبر باشیم در بالای مردم و مردم به اون گپ نزنه، برای حکومت دارا بسیار کاری خوبه. میگن خیلی این اون کسی اون گپ نمیزنه که هم 100% هر کاری میکنیم بکنیم. حقیقت، عدالت، ترس همه وابسته از مردم است. مردم که امروز گفته که این کار نباید بشه این کار نشه، تمام. خوب در نتیجه که انشالله خوب. دوستای عزیز 219 نفر در اینجا اشتراک دارین. تشکر به همه شما، تشکر به مادرانی که دیجا گوش کردن و بخشش از استادان، بخشش از پدرانی که شاید که یعنی که علمشون زیاد باشه، یعنی سین سالشون زیاد باشه، یگان گپ گفته باشیم، سخت گفته باشیم، از همتون بخشش میپرسم. و به هر یک نفری که در زندگی شاید که نو ازدواج کرده باشه، شاید که نو بگیم که در خانه بخت آمده باشه، نفری که شاید که نو در زندگی قدم میمونه، سلام به همون نفری که نو پدرش میبینه، سلام به همون زنی که در انتظار شوهرش هستک، سلام به همون مادری که در انتظار فرزندش هستک. خب به همه شما دوستای عزیز سلام و تشکر میکشم که شما در همه جا بدین. کوشش میکنیم با کمک شما دوستای عزیز، با کمک وطن دوستا، با کمک برادران شریف تاجیکمون صحبت بکنیم و حقیقت برای مردم همین هم که میتونیم گفته بگیم. خدا حافظتون باشه دوستای عزیز، در امان الله باشین. کوشش بکنین که این پخش زنده که صحبت کردیم با دیگران روی بکنین که دیگران هم بتونن که را تماشا کنن. در امان الله باشین.